عالی خانم، صفا آوردید، منزل ما رو منور کردین. منزل شما؟ آقا صفدر کی سند خونه رو به نام زدی ما نفهمیدیم؟ ظاهرا شما مستجرید آقا صفدر. عالیه خانم، جان آقا صفدر، این اشتباه رو از جلد صاحبخانه بیا بیرون، بذار دور هم گل بگه گل بشنویم دیگه. قربانت برم. این خبرا نیست. اولا امشب آخرین شب ماهه، من اومدم اجاره رو بگیرم و برم. ثانیاً از جلد صابخونه بیام بیرون، بعد تو جلد کی برم؟ تو جلد ننه سرما. وای خاک به سرم. آقا صفدر، اینم پسر تو تحویل جامعه دادی؟ ادب نداره چرا؟ عالی خانم، شما به بزرگی خودت ببخش. اصلا الان چه جایی این حرفاست؟ او پیک شادی الان شروع میشه. اسی جان تلویزیون رو روشن کن، الان پیک شادیه. با سلام به همه شما بینندگان عزیز و همراهان همیشگی پیک شادی. به به، سلام آقا جونینا، به همتون سلام میکنم. حالتون چطوره؟ و قبل از هر چیز شب یلداتون مبارک. امید خان، شما ما رو میبینید؟ نکنه هوش مصنوعیه؟ اختیار داریم، ما همیشه شما رو میبینیم. عالی خانوم هم که تشریف دارن. حالتون خوبه عالی خانوم؟ به مرحمت شما امید خان، شب یلدای شما مبارک. به قول شاعر، به 100 یلدا الهی زنده باشی، انار و سیب و انگور خورده باشی. اگر یلدای دیگر من نباشم، تو باشی و تو باشی و تو باشی. خلاصه یلداتون مبارک. خواهش میکنم عالی خانم، انشالله که همیشه سایتون مستدام باشه. یاد بگیر، ادب و معرفت رو از آقا امید یاد بگیر. ببین چطوری با بزرگترش صحبت میکنه. اصلا دیدی یه کلمه حرف از ننه سرما بزنه؟ حالا اولشه، یه ذره که بگذره آقا امیدم خودمانی میشه. آقا امید از وقتی که آقا جون فهمیده امسال پیک شادی افتاده رو شب یلدا، همش از من میپرسه امسال شب یلدا ساعت چنده؟ سال طویله مگه؟ پدر من هر روزی که تو سفرتون پر باشه شب یلداست دیه. به موقعش خدمتت میرسم پسر، زیرا به منو میزنی؟ شوخی کردم آقا جان. خب آقا صفدر، شب یلدا سمت محله‌های شما چطوره الان؟ یلدا؟ ای بابا امید خان، شب یلدایی که پستش کیلوی 500,000 تومن باشه یلدا نیست، هالووینه. الهی جز جیگر بزنه این علی خامنه. هیچ وقت فکر نمی کردم چنین وضعی امکان پذیر باشه. کی فکرشو می کرد تخمه آفتاب گردون جای پسته و آجیل رو تو سفره شب یلدا بگیره؟ البته تو خانه ما شلغم هم جای انار گرفته. البته قدیما اینجور موقع میرفتیم از حراجی ها خرید میکردیم، الان حراجی نیست. ببین آقا امید، با این گرونی ها دیگه حراج جوابگو نیست که. قربانتون برم، فروشگاه باید نظری بدن تا ما بدونیم چیزی بگیریم. ننه جون 4 ماهه که این صفدرخان اجاره‌ای به ما نداده. از اون طرفم با این گرونیا تصمیم گرفتم برای شب یلدا یه مش آجیل بخرم، بریزم تو قوری دم کنم، به هر کس یه فنجون دمنوش آجیل بدم که امشبه رو بگذرونیم. خب عالی خانم، شما برای شب یلدا چه کار کردین؟ شما که دیگه صابخونه این. وا چه حرفا، معلومه دیگه، میشستیم دور هم فال حافظ میگرفتیم. البته الان نسل جدید بیشتر کلش تو گوشیه تا فال حافظ. تقصیر ندارن، دیوان حافظ اونقدر گرون شده دیگه گیرشون نمیاد. یه جلدش بعضی جاها 2 میلیون تومنه. دیوان حافظ 2 میلیون؟ خدا حافظ زنده کنی بیاری شعرشو برای لایو بخونه، 2 میلیون نمیگیره الان. آقا جان شما که همش فال حافظ میگیرید، میدانستین این حسرت حافظ خودش فال قهوه میگرفته؟ نشان به این نشان که میفرماید ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم. خب میگم حالا قبل از اینکه سراغ دیوان حافظ بریم، استیخان برامون بگه که تو اینترنت در رابطه با شب یلدا چه چیزایی نوشته.
والا آقا امید، خبرگزاری حکومتی نوشتن سران نظام اسم شب یلدا و چهارشنبه صبحی رو تغییر دادن. نه بابا، اسمشو چی گذاشتن؟ شورای فرهنگی نظام گفته که از سال بعد اسم شب یلدا میشه روز ترویج فرهنگ مهمانی و پیوند با خویشان. عجب اسم درازیه. حالا چرا جای شب و روز رو اینجا عوض کردن؟ کل داستان شب یلدا سر اون 1 دقیقه طولانی بودنشه. اون وقت این اسمو گذاشتن تا بیای بگی شب تموم شده رفته. یه عصبی جدید رو باید صحافی کرد، تو یه بک جا نمیشه. لامصبا اینا از اسم یلدا هم میترسن. همونطوری که تانستن کلمه حاج قاسم به جای قاسم کتله جا بندازن، حالا اینم مثل همونه دیگه. انقدر زور الکی بزنین تا جانتان در بیاد. عجب اسمی. اینقدر مردم رو فقیر کردن که دیگه پول ندارن ساده ترین غذا رو بپزن مهمون دعوت کنن. اون وقت اسمشو گذاشتن ترویج فرهنگ مهمانی. کاش با خفت بمیرین همتون الهی. عالی خانوم، مردم بعد 45 سال هنوز به خیابون مطهری و بهشتی ملعون میگن تخت طاووس و عباس آباد. اینا اسم یه خیابون 50 ساله رو نتونستن عوض کنن، اون وقت اسم شب یلدا رو میتونن؟ این آرزو رو به گور میبرن. بله، زنده باد، دم شما گرم. واقعا خیلی خیلی خوشحال شدیم. انشالله که عمرتون مثل شب یلدا دراز باشه و دیگه اگر امری هم نداشته باشید، اگه اجازه بدید من دیگه رفع زحمت بکنم. امید خان کجا؟ تازه سر شبه ها. اسی هم امشب برامون برنامه داره. اسی جان مجلس رو گرم کن که وقت تنگه. با اجازه عالیه خانوم و آقا جون و امید آقا برو که رفتیم. این روزی تنگ غروب آسمان، من بزم عظم گوشه با تیر کمان. آو 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 از روی خامنه‌ای کافر رد بی ما جغلن با خاور. آو 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 احمر رشتیم خیلیم مشتیم سوار کشتیم. آو 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 نظم ریشه باید بکنیم، صدلی ریشه به آتش بزنیم. آو 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 هله هله کن، وله وله کن، هله هله کن، وله وله کن.